سلام میرسانیم. السلام علیکم بیننده های عزیز ما. من امروز ما جماعت شهنان در طربخانه ورسال برای تبریک کردن زیاده خاله که امروز جشن زادروز دارند. از نام فرزندانشان که در مسافرت هستند، از نام نظیرایتی، ظفرکه، دلارامایتی، زرینایتی، نیلوفرایتی ها تبریک میگویم. در این خاندان امروز هم زادروز مادر را، هم جشن 12 سالگی موچل و سنتوی امروزه دلرجان را و البته زادروز جواهر را جشن گرفته ایستادند. امروز بزم بالای بزم است. بیایید مانند هر روز میگوییم شنیدن کی بود مانند دیدن. ببینیم در این خاندان بزم چه خیلی است. البته همراه شمایان با هم میبینیم آن لحظه های خرسندی را. با ما باشید. رفتیم. Marhamat kutib olasiz. Surprizlarga boy daqiqalar bilan marhamat davramiz markaziga Jahon Gullar agentligi, qolaversa tabriklash agentligini davramiz markaziga taklif qilib qolamiz. Chiroyli tilaklarimiz bilan tayyor bo'lsalar, marhamat qadam rajda qilishlari mumkin. Chiroyli tilaklar, chiroyli tabrik so'zlar, ajoyib guruh tabriklash niyatida tashrif buyurgan. Marhamat qabul qilib olasizlar. Navbatdagi chiroyli tilaklarimiz siz aziz mehmonlarimiz uchun. Marhamat. سلامی که دلم را با نور پیوسته، سلامی که زندگی از تجلد زیباست، سلامی که سکوتت سکوتی کوكب هاست، سلامی که نوایت نوای باران هاست. پیش از همه سلام علیکم پدران، مادران عزیز، مهمانان عالی قدر. من امروز در این طرفخانه زیبای با نفوذ شهر سمرقند در طرفخانه ورسال دیده به دیده رسیده ایستاده ایم. با مناسبتی که امروز ختنه‌توی بود است در این خاندان، ختنه‌توی دلرجان 12 سالگی موچلشان را و البته زادروزی مادری مهربانی خاندان را، زادروزی زیاده خاله را جشن گرفته ایستاده بودیم. اگر بملال باشیم، اگر با افتخار زیاده خاله یک تا خرسک میزنیم و نظامت تکلیف میکنیم. مرحبا. زادروز مبارک، روز تولد رو مبارک باد میگیم. زیاده خاله امروز چند ساله شده؟ راستش میگیم فقط. نه. میمونا چند ساله و مونن خاله جان؟ 17 بالیم. امروز 9 18 قدم مانسین. بگذار الان خیلی جوان و زیبا شده. سر فرزندها با سایبان شده کرده. چی فکر میکنید الان که آماده ما؟ البته از نام نظیرایتی، از راه دور، از نام پدرجان امروزه شامپسر، از نام ظفرکه فرزند اصیلتان، از نام دلارامایتی، زرینایتی، از نام نیلوفرایتی، از نام 16 تا نبیره
دوتا ابیره شیرین. شما هم تو بینیم اگر از همه انسانی بای بودید ببینید که در سرتون اینقدر فرزندهای صالح و صالحه، این ابیره های ببینید که در اطرافتون پروانه گفتن که آنا جان عزیزی ما همه چیز هست، فقط میخواهیم از خداوند صحت سلامت در سری ما گردن شد. از خدا میپرسیم تا دنیا باشد و هیچ وقت درد و غم را نبینند، در سری ما سایبان شده گردن. دوست می‌داریم، نقص می‌بینیم شده. امروز زادروزشان است. می‌خواهیم که 120 ساله شوند. دم پیری و دولتی پیری دیده گردن. و البته از نام ما وقتی آنجانم با شعری زیر ما هست. از نام فرزندانتان برای مادری عزیزم در شعری نغزتون هم انتخاب کنید و خودتان برای مادری ما رسانید گفتن. میلش می‌خواندیم. البته فرزندان عزیز برای شما میگویند چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است، با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است، در خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرینی ها همدمی دل آشنایی بیقرارت مادر است. ای مسافر در رهی تو تا مجالی واپسین، با دلی زار و نیزار انتظارت مادر است. غم پرست و غم برار و غم شریک و غم گسار، در برد در هر برار و نابرارت مادر است. از فرزندان گفتند که زیاده خاله مادر عزیزی ما طولی چندین سالها در صحتگاه در یکی از آن جایهای بهترینی سمرقند کار کردند. همچون خادم طبیات شده کار کردند. ما را با مهنت حلالشان هر یکی ما را صاحب کسب و هنر کردند. پیش از همه حلال خوی راندند، پیشاندند. در روزی زادروزی مادرم باید که شما پدرم را یادآوری کنید. پدرم هم یک شاهستون طلایی بودن برای ما فرزندان. همچون قله های سربلندی سمرقند سربلند. همیشه ما با فقط راستی ها می آموزاندند. خدا رحمت کند ظاهرمک را که امروز صد افسوس که در قید حیات نیستند. چندین سالها همچون رئیس محله شده کار کردند. پدرجان عزیزی ما بگذار که علمان عمری باقی مانده پدرم را مادرم را عطا کند خداوند. در سری ما همیشه سایبان شده گردند. و البته برای مادر عزیزی مهربان ما، برای غمبرار خاندان ما رسانید که خوردی ما وقتی میدگاه ما اسم ما میبیاد و هم تو حوله مادرم و حوله پدرم بروم اگر انام دورای جوانی هم به خاطرم میبیاید و مادرم ببینم اگر تمام غم و اندوخام از سر من پریشان میشود. باز میخواهم که از نو کودکی نادان شوم، باز میخواهم که از نو کودکی گریان شوم، بر سری زانوی مادر باز بنشینم دم گریم و خندم سرم را سینه بنماید همه. مادر عزیزی ما که دعاگوی هستند با هم ما خرسند و خوشحال هستیم. هر پگاهی میخیزیم و خدا با شکرانه میگوییم که در سر ما این خیل بانوی زیبا، این خیل زنی نازنین مادر ما هستند. شکرانه میکنیم تا دنیا باشد و البته از نام فرزندانتان، از نام البته نظیرایی که ما در اینجا برای زر و سور خاندان ما خودشان تاکید کردند که مادری من هم مادر هستند و هم زنی زیبایی در دنیا، از همه زنی زیبا هستند برای ما. یک کلاواری زیبا داریم برای مادری عزیز ما. چقدر که زر و زیور دنیا را برای مادر ما بیاریم اگر کم است، چرا که یک شبکی رنج کشد مادر و تمام مال دنیا برابر نمیشود. گفتن برای شما رمزی تشکر انمین دستمانه طلا را لگوسکی طلا را آماده کردن. یا تا قرصکی بلند زنیم اگر میسپاریم برای زیاده خاله. مبارک باشد. مبارک باشد. از نام نبیره شیرین برای آنجان طلایشان البته گردنمانه طلا را تیار کردن. البته از نام زفرکه گلچهرایی صاحبان امروز توی گردنمانه طلا برای مادرجان عزیزشان. مبارک باشد.
البته حاضر در اینجا روزی خورسندی بوده است زیاده خاله در روزی زادروز شما اینا بینید که صحنه انتخاب کردن که برای مادر عزیزم هم چه تحفه شود گفته باز مچارتوی دلرجان را جشن گرفته ایستاده بودیم بسیمای شما نبیرتان را تبریک میگویم دلرجان را و البته جواهر را شهریزاده بانو را و البته در مسافرت گشتن فرزند یگانه شما زفرک را که حاضر مرا طریق آینه نیروبین طریق تلفن ها ما را میبینند صمیمانه و صدقا تبریک میگویم حاضر برای بهشت خاندان اینا بینید که از همه تارت های شیرین را تیار کردیم و نزد شما تکلیف میکنیم فرزندان عزیز را دلیر جان و مادرشان را همراهی امروزه دختری نازنینتان زرین آیتی یک جای هم ما نیت کرده شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم فقط که نیت کرده شماشا خوب میکنیم بگذار 120 ساله شوید و حاجیانه شوید حاجیانه شدگیتان با حج آشیاب آماده شما تبریک کردن نصیب کنند میگیم مرحبا شما ارزنده هستید از نام همه فرزندها باید که یک کمی صدا تبریک کنید مادر جان عزیز را این را چند رئیس‌ها تیار رو دیدن زیاده خاله این دختراتون خیلی که برای شما خیلی رئیس را تیار رو دیدن گفتن که مادر ما مادر نازک و نازنین ما هستند البته رسانه‌ای که دوست می‌داریم ما خودم هم شعر از یاد کردگی برای مادر جانم همه روز خودشون با سورپرایز میکنم مایلش میگفتن البته مرحمت سری مهم سری هم به نوراتون به عباراتون به صحب سلامت گردید همه وقت هم خیلی خوشره شده بی ارکه شده گردید مهم به الهی بکر سلامت گردید هم تو مخش اومده تو نوری دیده تاجی سر مهمونه کن گلشنایتی توی ها مبارک باشد بگذار برای دلرجان جواهر کلید بیارید این زیاده خلاص سری توی با سر و بر شوانان نبیره کلید ها و بگذار یک آنجانی دعاگوی شده در روز خورسندی باز آمده شما اینا تبریک کردن نصیب کنند امروز شما را با روز خورسندی فرزندان تبریک میگویم از مسافرت از نام عائلتان از نام البته زفرکه از نام نظیرایتی از نام دلارامایتی ها صمیمانه تبریک میگویم بگذار آنها کلان شوند و نامبردار این اولاد و سلاله باشند حتی خوشرو کده مادر جان تبریک کنیم مرحبا رحمت سلامت باشن توی مبارک لیفارایتی مرحمت رحمت سلامت باشن البته مهمانان عزیز حضور میخواهیم اگر شما رو ناراحت کرده باشیم در خدمت شما جماعه شهران بودن که این لحظه های خورسندی را سوی زرورکانی تاریخ مهر میسازند بار دیگر زیاده خالا را با روز زادروزشان تبریک میگوییم تشکر خود را برای راوی بهترین امشب بانوی سخن برای بهارایتی میرسانیم تشکر میگوییم بهارایتی بگذار مرتبهاتان از این هم زیاده باشد البته اگر اجازت فرمایید اگر خودتان حافظان را تکلیف کنید و آنها را برعکس تکلیف کنیم تشکر مرحبا
من بیننده های عزیز، امروز این شام نکورا روز خورسندی را در طرفخانه ورسال با آخر رساندیم و همراهی شما با هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. برای شما گفتنی داریم که پدر مادر که هست تاج سر کنید که آنها غنیمتند. خود را احتیاط کنید. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه